به نام خداوند بخشنده ای مهربان نهایت با رحم. میگوید مرد شب هنگام قبل از سپیده دم در ساحل دریا نشست و خلطه پر از سنگ یافت. پس دستش را داخل خلطه برد و از سنگ از داخل برداشت و به دریا انداخت. از صدای سنگ خوشش آمد که در دریا فرو می رفت. لذا سنگ دیگری را برداشت و به دریا انداخت و همین طور به انداختن سنگ های داخل خلطه به دریا ادامه داد، چرا که صدای سنگ ها به هنگام افتادن در آب این مرد را خوشحال می کردند و او را به وجد می آوردند. به کارش ادامه داد تا اینکه هوا رو به روشنایی نهاد و معلوم شد در خلطه‌ای که کنارش قرار داشت فقط یک سنگ باقی مانده است. هوا کاملا روشن شد و آن شخص به سنگ باقی مانده نگریست و دید که یک جواهر است و متوجه شد که تمام آنهایی که قبلا به دریا انداخته بود و فکر کرد که آنها سنگ هستند، آنها همگی جواهر بودند. لذا پیوسته انگشت پشیمانی خود می‌گزید و به خود می‌گفت چقدر احمق هستم که آن همه جواهر را به دریا انداختم و فکر می‌کردم که همگی سنگ هستند، آن هم به خاطر اینکه از صدای افتادن آنها در آب لذت ببرم. به خدا قسم اگر از ارزش آنها با خبر می بودم حتی یکی از آنها را نیز از دست نمی دادم. بله دوستان عزیز، ما از این قصه برای خود چی می گیریم؟ همه ما مانند آن مرد هستیم. خلطه جواهرات همان عمر هست که داریم، ساعت به ساعت به دریا می اندازیم. صدای آب همان کالاها، لذتها، شهوتها و تمایلات فناپذیر دنیا است. تاریکی شب باشد همان غفلت و بیخبری است. برآمدن روشنایی روز آشکار شدن این حقیقت است که هنگام آمدن مرگ بازگشت در کار نیست. لذا از همین الان بیدار شویم و اوقات گرانبهایی که همچون جواهر خود را بدون فایده از دست ندهیم. چرا که پشیمان می شویم و پشیمانی هم برایمان سود نمی آرد. با شما بودم بنده عبدالله، یک و یک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. باور دارم که این قصه اگر چند کوتاه بود اما بسیار قصه مفید بود. برای یک و یک ما و شما بنده کوشش میکنم برایتان بهترین قصه ها را پیشکش نمایم. تنها از شما یک خواهش میکنم که در حق بنده به دعا باشید که بنده را خداوند توفیقش را زیادتر بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.